ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتاری 55. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. مشغولیت علمی و ادبی من در مدرسه عالمجان. تحصیلی سالهای 1892 1893 سر شد. در این سال شرح ملاخان شدنی من، یعنی شرحی را که عبدالرحمن جامی در متن قافیه درباره نحو زبان عرب به زبان عربی تعریف کرده است، خواندن من در کار بود. برای یک درس غیر از داماللای کنجکی به پیش یگان داماللای درسخانگی هم رفتن لازم بود. این دامالله هم معین کرده شد. این دامالله اکرامچه بود که یکی از مشهورترین مدرسان آن زمان بوده، برادری کلانم و دامالله های کنجکی هم ملا عبدالسلام و ملا بازار هم در پیش آن کس می خواندند. دامالله اکرامچه آن وقتها یکی از 40 نفر مدرسان مدرسه جعفر خواجه بود که آن مدرسه با وجود بسیاری مدرسانش درسخانه نداشت. بنابراین دامالله در حوری خود در گذری خواجه بلغاری بخارا درس می گفت. در پیش دامالله اکرامچه شریک درسان ما از 70 نفر بیش بوده. در هر روزه درس از 60 نفر زیادتری اینها حاضر می شدند. حولی دامالله اکرامچه بسیار تنگ بوده. بر بالای بام خانه نشستی درونیش بالاخانه بنا کرده وی را به خود درسخانه قرار داده بود. ما 60 نفر در وقت درسخانی در همین بالاخانه مانند حاضران معرکه مداحی پس و پیش با هم جفت شده می نشستیم. در میان جای حلقه درس در صف پیش قاری جماعه می نشست و او عبارتی درسخواه به زبان عربی از روی کتاب خود می خواند. دامالله اول ترجمه، بعد از آن شرح کرده آن درس را به ما فهماندن می خواست. اما بیشترین شاگردان فهمیده نفهمیده دو به دو، سه به سه فریاد می کردند و گویا آنها با هم در مناظره افتاده بودند. اما دامالله که به اصول درسگویی بخارا ماهر بود، با آواز غفص و بلند خود و با نگاه های تیزی چشمانی پر آتشی تأثیرناکش آن غوغا را خاموش کرده، اختیاری سخن را به دست خود گرفته با ایضاح و تمثیل‌های استادانه به کسانی که قابلیت داشتند مقصد مؤلف کتاب را با زبان تاجیکی می‌فهماند و با همین 1 ساعت وقت گذشته درس 1 روزه امان تمام می‌شد.
من حس می کردم که 80% آن طلبگان چیزی را نفهمیده بودند. با همه این وقتی که به کوچه برآمدند، مناظره ای را که بازوری دامالله بس کرده بودند از سر نو سر می کردند. هرگاه که به جایهای سیر آدمی کوچه می رسیدند، آوازشان باز هم بلندتر و یکدیگر را دشنام دادنشان باز هم تیز و تندتر شدن می گرفت. معلوم بود که آنها با این حرکت خود ملا بچه خوشفهم بودن خود را با آدمان فهماندن می خواستند. از روی عادتی درسخانه های بخارا در هر گروهی که درسشان یک بوده در پیش یک مدرس می خوانده باشند، یک نفرشان قاری جماعه تعیین می شد. قاریان جماعه عادتاً از ملازاده ها تعیین کرده می شدند. اگر در یک جماعه چند نفر ملازاده باشند، کدام آنها که پدرش نامدارتر و منصب کلانتر باشد، او قاری جماعه می شد. در جماعه ما غفور جان مخدوم که دادر شریف جان مخدوم بوده قاضی کلان زاده بود، قاری تعیین شد. اما غفور جان برعکس برادرش و مانند بیشترین ملازاده های بخارا تماما بی سواد بوده، حتی الف را از ب فرق کرده نمی توانست. من به او در وقتی در حولی شریف جان مخدوم بودنم حالدان شده بودم که او وقتی خود را به مرغ بازی و ورتش بازی بیدانه بازی صرف می کرد. هم صحبتانی او هم مرغ بازان و بیدانه بازانی بخارا بودند. او بعضا با قرطه قماربازی هم می کرد. انا همین مخدوم از من خواهش کرد که هر پگاه به خانه او روم و پیش از درس با او درس همان روز خوانده شدنی را مکالمه کنم. البته او به مکالمه که معنیش گفت و شنیدی دو نفر در بالای یگان مسئله علمی است هیچ قابلیت نداشت. مقصد وی از این تکلیف آن بود که من هر روز رفته عبارتی درس همان روز خوانده شدنی را به او یاد دهم تا که او پیش دامالله و شریک درسان رسوا نشود. من این تکلیف او را به طرز قطعی رد کردم. خدمت فراشی و مدرسه در گردنم است، دستم نمی رسد گفتم. اما سبب حقیقی رد کردنم اول این بود که این کار برای من بسیار دشوار و بی منفعت بود. حقیقتا هم به یک آدمی بی سواد تاجیک عبارت عربی را راست یاد دادن کاری آسان نبود. دوم این که اگر تکلیف او را قبول می کردم باید هر روز به حولی شریف جان مخدوم رفته از پیش نظری او گذشته به خانه دادرش می در آمدم و حالان که من از او شرم می داشتم چون که از خانه او بی رخصت گریخته بودم. غفور جان مخدوم مگر از بین شریکان یگان کسی دیگری باب را نیافت که باز در پی من افتاد و این دفعه خود به من مراجعت نکرده دامالله را واسطه کرد. دامالله اکرام که از شاگردان پدری او بود و از روی عادتی بخارا فرزندان استاد را به درجه پدرش حرمت کردن برای شاگرد لازم بود، مجبور کرد که تکلیف او را قبول کنم. من هم که سخن استاد خود را رد کرده نمی توانستم این کار را قبول کردم. من که چندین سال باز قاعده های زبان عرب را می خواندم، یک درجه به آن زبان آشنا شده بودم.
به بالای این از روی عادتی بخارا که درسخانگی را پیش از درسخانه رفتن در پیش دامولای کنجکی می خواندند، من هم درس هر روزه را یک روز پیش در پیش دامولای کنجکی خوانده خوب از خود می کردم. بنابراین آن چیزی را که به مخدوم یاد دادن می خواستم می دانستم، اما او در آموختن درس یک دیواری پاخته بر این تماما بی‌حس بود و یک ساعت زور زده عبارتی درسی خوانده شدنی را که از 2 سطر زیاد نبود به او به زور توتیوار یاد می کناندم. اما از رفت و آمد به حولی شریف جان مخدوم و از روبرو شدن با او به من هیچ شرم آید نشد، چون که شریف جان مخدوم به شرم کردنی من راه نگذاشت. وقتی که من با او روبرو می شدم با نوازشی حرمت آمیز به من معامله می کرد و آثاری یک نوع خجالت در چهره او پیدا می شد. حس می کردم که قاضی کلانزاده شده ایستاده به یک ملا بچه صحرایی، مردمی بخارا عموما قشلاقی ها را صحرایی گفته تحقیر می کردند، پایلوچ محتاج شدنی دادرش برای او ناگوار بود و رگ کلانزادگی او را به لرزش آورده او را سرخ می کرد. اما دادرش از این کار هیچ شرم نمی کرد. با وجود این که او به من محتاج بود، حالا هم رفتنی خانه اش را به من می فرمود، گویا که حالا هم خدمتگاری برادرش باشم. هرچند دشوار باشد هم به این کار عادت کردم، اما از این کار به من یک دشواری دیگر روی داد که به وی طاقت کرده نمی توانستم. غفور جان مخدوم به من تعیین کرد که هر روز از نانوای خانه گذر یک تن نان گرفته درآرم. او چای تیار کرده می ماند. ما هر دو در وقت درس تیار کنی آن چای و نان را با هم می خوریم. من عادت داشتم که هر پگاه به 5 پول 1 تین و 4 1 دوده نان می خریدم و با دادرم با چای می خوردیم. وقتی که مخدوم نان آوردن را به من فرمود، من باز مثل پیشتره 2 تا نان خریده 1 تاش را به او کم داده دیگرش را برده با مخدوم جان می خوردگی شدم. وقتی که این کار 2 ماه دوام کرد به جانم رسید، چون که 1 تا نان پگاهیم به نیم تا آمده بود. حتی من از روی آداب آهسته آهسته می خوردم. مخدوم باشد بی پروایانه برده های نان را به دهانش می تیقاند. به این حساب حقیقتاً 1 تا نان پگاهیم به 4 1 فرآمده بود. این به صحت و قوت من بی تأثیر نماند. روز میرسالی از احوال غفور جان مخدوم جویا شده به من یارمندی کردن و نکردنش را پرسید. من این حال را به او حکایه کردم. او به من چیزی نگفت، اما معلوم شد که او این واقعه را به یگان کسی که به پیش مخدوم رفت و آمد داشته بوده است گفته است. روزی مخدوم قدری سرخ شده از من پرسید: مگر تو هر روز نان را از پولی خودت خریده می آیی؟ آری گفته تصدیق کردم. من بی جا کردی. برادرم به نانوای خانه گذر تعیین کرده مانده است که نانی در کاری مرا دهد و خود او هر ماه پولش را خواهد داد. بعد از این تو از نانوای خانه 1 نان برای مخدوم گفته گرفته آمدن گیر و پول ندی. با این من از خرج برزیاد خلاص گشته
هر روز مثل پیشتره با دادرم چای و نان را میخوردگی شدم و به مخدوم نانی بی پول را از نانوای برده میدادم. اما مخدوم پول نانی 2 ماه گذشته را نداد. من غیر از درس خانگی چنان که در بالا گفتم همان درس را پیشکی در پیش داماللای کنجکیم ملا عبدالسلام می خواندم و پیش این دامالله از متن قافیه هم بابهای تا آن وقت نخوانده ام را می خواندم. ملا عبدالسلام مثل پیشتره در مدرسه میری عرب بود. بعد از درس خانه به آنجا رفته 2 درس مذکور را خوانده می آمدم. غیر از این 1 درس خاطرخواهی در مدرسه عالم جان هم می خواندگی شدم. این درس مختصری وقایه بود که با میرقادر مخدوم در پیش تقایی او می خواندیم. تقایی میرقادر مخدوم یک آدمی بلند قامت میانه گوشتی سرریش بود که دستارش را بسیار کلان کرده می بست. او تخمیناً 50 ساله بوده در گذر امام بود و غیر از برای 5 وقت نماز به جای امامتیش رفته آمدن کاری دیگری هم نداشت. او با هیچ کس رفت و آمد نمی کرد و در راه رفتن غیر از پیش پایش به جای نگاه هم نمی کرد. او در حولیچه زندگانی می کرد که بیرون و مهمانخانه نداشت. انا همین آدم در هوای درسگویی افتاده است، اما یگان کس نیافته است که به خود شاگرد کند. بنابراین همشیره اش را در میان مانده است که پسرش میرقادر را گوید که در پیش او 1 درس خواند. میرقادر مخدوم که به من شریک و دوست شده بود از من التماس کرد که با او در پیش تقایی او 1 درس خوانم. من قبول کردم و درسی مختصری وقایه آید به علم فقه را که 2 سال پیش از آن در مدرسه میری عرب به پیش ملا عویز خوجندی سر کرده بودم و ناتمام مانده بود، در پیش این داماللای شاگرد طلب خواندنی شدم و با میرقادر آن درس را در پیش آن دامالله سر کردیم. اما این داماللای بیچاره در مدرسه حجره نداشت و جای دیگری هم نداشت که در آنجا نشسته درس ما را گوید. بنابراین قرار داده شد که او هر روز بعد از پیشین به مدرسه عالم جان آمده در حجره خواهرزاده‌اش میرقادر نشسته درس ما را گوید. در وقت درس من فهمیدم که او آنقدر ملای بد نبوده است و درسی را که می گفت خود می دانست و نقص فهمانده هم می داد. از این واقعه من همین را پی بردم که برای در بخارا شهرت یافتن و شاگرد جمع کردن آنقدر ملای خوب بودن شرط نبوده، بلکه 1 درجه هنرمند و فریبگرتاب بودن و خودستایی کرده خود را ملا نشان دادن یا اینکه حجره بسیاری را به دست در آورده به ملا بچگانی بی حجره داده آنها را به این واسطه به خود شاگرد گرفتن شرط بوده است. برادرم در آن سال بعدی از چوری کرکی آمدنش به واسطه ملا عبدالسلام باز از مدرسه میر عرب حجره یافته در آنجا به تنهایی استقامت کرد و دادرم در پیش من ماند، اما او بی سواد بود. بنابراین من هر روز 1 ساعت وقتم را صرف کرده او را الفبا خواندم و تا بهار سوادش را نیمکاره برآوراندم. در مدرسه عالم جان غیر از میرصالح کسی نبود که از ادبیات خبر داشته باشد. او هم به ادبیات به طرز جدی مشغولی نمی کرد. از کتاب‌های ادبی در حجره او فقط دیوانی حافظ و دیوانی کمال خوجندی بود. غیر از اینها او 1 بیاض بسیار کلان داشت
که در وی از شاعران گذشته و زمانی بیت‌های دلچسب را با خط خودش که خیلی زیبا بود نوشته مانده بود و آن بیاض ورقهای خالی هم داشت که اگر بیت تازه را از جای به دست درآورد در همان جاهای خالی می نوشت. من هرگاه که به حجره او می در آمدم به قدری فرصت از آن بیاض و دیوانها فایده می بردم. من گزیت را یکمین بار در همین مدرسه عالمجان دیدم. این ترجمان نام گزیت بود که نیمهش در زبان تاتاری قریمی و نیمه دیگرش در زبان روسی ترجمه همان مندرجه های تاتاری بود و از باغچه سرای نام موضع قریم برآمده می آمد. این گزیت را به من میرقادر مخدوم نشان داد که او این را از سید احمد نام خویش خود گرفته بوده است. سید احمد از خویشاوندان نزدیک میرصالح و میرقادر بود. او بعد از ختم درس به منصب‌های ملایی میل نکرده به تجارت کتاب شغل کرده است. به این کار او شریف جان مخدوم معتصم که یکی از گریزگان بخارا بوده در روسیه و ترکیه به نشر کردن کتاب‌های درسی مشغولی می کرده است، تفصیلات احوال معتصم در پایان تر خواهد آمد سبب شده است. سید احمد تخمیناً 40 ساله بوده، قامتی میانه، رنگی سرخ چتاب و ریش و موی خرمایی داشت. اما همیشه ریش خود را کنده می گشت به حدی که هیچگاه نوک‌های انگشتان دستی او از تارهای ریشش دور نمی شدند و هر تار ریش که به نوک انگشتانش واخورد کنده می پرتافت. نظر به قول میرقادر، او هر سال یک بار برای کتاب خریده آوردن به طرف روسیه تا قزان و به ترکیه سفر می کرده است و در آنجاها لباسی یوروپگی پوشیده ریش خود را تراشیده می گشته است و در بخارا که ریش خود را تراشیده گشتنی یک آدمی مسلمان ممکن نبود، او ریشش را کنده می گشته است. اما آدمانی بیرونه می گفتند که او دیوانه است و به بلای ریشکنی گرفتار شده است. سید احمد در همین سفرهای خود به باغچه سرای وارد شده به قطار خوانندگان گزیته ترجمان در آمده است و آبونه شده است که در وقتهای به بخارا بودنش به نام خودش به حوریش می آمده است. میرقادر بعضی شماره های گزیته را از سید احمد گرفته پنهانی به مدرسه می آورد، چون که آن وقتها در مدرسه های بخارا روی راست گزیته خواندن ممکن نبود. آن وقتها من زبان ترکی را نمی فهمیدم. میرقادر دعوا داشت که او در گزیته خوانی های خویشش بسیار اشتراک کرده، آن زبان را خوب از خود کرده است. بنابراین او آن گزیته را جمله جمله به زبان تاجیکی ترجمه کرده می‌داد. یک روز در گزیته کلمه پارلمنت برآمد. من با عادت خود که معنی کلمه های نامفهوم را با دقت پرسکاو کرده فهمیدن می‌خواستم، معنی کلمه مذکور را از معلم گزیته‌دان خود پرسیدم. او ایضاح داده گفت: در میان جای روی دنیا یک شهری عظیم هست که وی را پاریس یا اینکه پاریس می نامند و در میان جای آن شهر
یک بینای بسیار کلان هست که نام وی پارلمانت است. در پارلمانت آدمان بسیار دانشمندی روی جهان جمع شده نشستند. هر کس در کدام گوشه دنیا کی باشد، در مسئله، خصوصا در مسئله های سیاسی درمانه، حل آن مسئله را با تلگراف از پارلمانت می پرسد. اعضاهای پارلمانت هم با تلگراف با او جواب می دهند. آن وقتها امیر عبدالاحد به بخارا ندر آمده بسیارتری وقتش را در کرمینه و اطراف آن می گذرانید. در این باره در بین مردم گپ بسیار بود. بعضی ها می گفتند که قشبگی دعاخوانی کننده دل امیر را از شهر بخارا سرد کننده او را به اینجا نمی در آمدگی کرده است تا او خودش در جای او مستقلانه حکمرانی کند. بعضی ها می گفتند که امیر در وقتی به روسیه سفر کردنش به یک زن زوری کرده در پیش حکومت روسیه بینوبت وینوتی شده است. پادشاه روسیه برای جزا به امیر حکم کرده است که به پایتختش ندر آمده دشت به دشت گردد. بنابراین امیر به شهر بخارا نمی درآید. میرقادر به طرز مثال انا همین مسئله به بخارا ندر آمدن امیر را گرفته گفت. مثلا یک مشکابی بخارا به تلگراف خانه رفته به پارلمان تلگراف کرده از وی پرسد که اوی پارلمان، چرا امیری بخارا به شهر بخارا نمی درآید؟ پارلمان در حال سبب حقیقی این را به آن مشکاب خبر می دهد. من به این جوابی معلم خود شبهه کرده گفتم کارهای امیری بخارا همگی به دولت روسیه وابسته است. تلگراف خانه که مال دولت روس است چرا مسئله به امیر و دولت روسیه دخلدار را به پارلمانت رساند و چرا جواب پارلمانت را به یک مشکاب آورده دهد؟ میرقادر جواب داد پارلمانت چنان زور است که گفتو نه تنها تلگرافچی از وی می ترسد. اگر فرض کنیم کسی به پارلمانت تلگراف کردنی شود و در همان وقت خودی پادشاه روسیه هم سری تلگراف باشد، از ترس لرزیده پجالویسته گفتن میگیرد. من بعدها فهمیدم که معلم ادبیات کلمه های خارجی را، حتی معنی بیشترین کلمه های ترکی و تاتاری را هم ندانسته بیهوده وقتی خود و وقتی مرا به این کار صرف می کرده است. شما گفتار 55 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.